تصویر معنادار از رهبر انقلاب در کنار موشک‌های ایرانی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه گفت که به احتمال زیاد با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. ترامپ با بیان اینکه تماس با پوتین بیش از 1 ساعت به طول انجامید، توضیح داد دیدار با پوتین در عربستان سعودی شامل محمد بن سلمان ولیعهد این کشور نیز خواهد بود. به نوشته خبرگزاری رویترز، وی با بیان اینکه متعهد به رفتن به اوکراین نبوده، اظهار داشت جنگ باید پایان یابد و تا 6 ماه دیگر جنگ آغاز نشود. اوکراین باید صلح کند. رئیس جمهور آمریکا ضمن غیرعملی دانستن پیوستن اوکراین به ناتو تصریح کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا به اوکراین می‌رود تا مطمئن شود که پول خود را پس می‌گیریم. طبق این گزارش، ترامپ همچنین افزود بعید است که اوکراین تمام خاک خود را پس بگیرد. آغاز توزیع 4000 تن برنج برای کنترل بازار از شنبه برای کاهش التهاب بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها. توزیع 4000 تن برنج از روز شنبه در سطح تهران آغاز خواهد شد. قیمت طلای 18 عیار امروز 25 بهمن 1403 هر گرم طلا در لحظه تنظیم این خبر به قیمت 6 میلیون و 510,000 تومان به فروش می‌رسد که این رقم رشد 128,000 تومانی قیمت طلا را نشان می‌دهد. بالاترین قیمت ثبت شده برای طلا 6 میلیون و 620,000 تومان است که این رکورد در روز یکشنبه 21 بهمن 1403 رقم خورد. جدیدترین قیمت خودروها امروز 25 بهمن. اسماعیل کارتال در کنفرانس خبری پس از بازی اعلام کرد که هیئت مدیره باید امید عالیشاه را جریمه کند، زیرا به دلیل کارت قرمز او تیم باخت را تجربه کرد. او افزود در شرایط بازی 10 نفره تیم تهاجمی عمل کرد و موقعیت‌های گل‌آفرین ایجاد شد، اما به علت اشتباه او گل‌های بیشتری از دست رفت. همچنین کارتال اذعان داشت که اگر فرصت تمرین بیشتری داشتند شرایط متفاوت میشد، اما اکنون تمرکز تیم بر بهبود نکات فنی به ویژه مدیریت ضربات ایستگاهی است. علی میرزابگی توضیح داد که طبق ماده 12 قوانین بازی خطاها به 3 دسته بی‌احتیاطی، بی‌پروایی و نیروی بیش از حد تقسیم می‌شوند و در موارد نیروی بیش از حد داور باید کارت قرمز نشان دهد. او افزود که در مورد خطای امید عالیشاه اشاره به اصطلاح امر که مختص خطاهای هند است صحیح نمی باشد و ماهیت خطا به نیروی بیش از حد باز می گردد. میرزابگی تاکید کرد که طبق ملاحظات IFAB اگر برخورد بازیکن با ساق حریف منجر به احتمال آسیب جدی شود، داور باید بدون توجه به عمد یا غیر عمد بودن خطا کارت قرمز نشان دهد. مدیران استقلال چند روز است به طور جدی در حال مذاکره با والتر ماتزاری، سرمربی ایتالیایی سرشناس، برای جذب او به تیم هستند. اگرچه شرایط قرارداد برای مربیان ایتالیایی بسیار دقیق است و کوچکترین بی‌نظمی می‌توانند به فسخ یک طرف منجر شود، اما در جریان مذاکرات خبر جالبی منتشر شده است. وکیل ماتزاری اعلام کرده که مهدی طارمی، بازیکن ایرانی اینتر، اظهار داشته که استقلال یکی از بزرگترین تیم‌های آسیایی است و حضور در این تیم به نفع او خواهد بود. توصیه او می‌تواند تأثیر مثبتی در تصمیم ماتزاری داشته باشد. البته نهایی‌ترین تصمیم به عهده مدیران استقلال است.